پدر بزرگ می گفت با بدان مگرد، با خوبان بنشین تا تو را عقل و دین بیفزایند. پدرم به من یاد داد میازار موری که دانه کش است. آن وقت خودش مادرم را کتک میزد. پدرم می گفت همسایه عزیز است و بایستی آنها را دوست داشت. آن وقت چشم دیدن عمویم را نداشت و عمویم از مادر و عمم دلخور بود و مادرم مرغ همسایه را غاز میدید و مرگ را فقط برای همسایه می شناخت و خواهرم هر از گاهی گیس همبازیش را می کشید. معلمم می گفت ترس برابر است با مرگ، شجاع باشید، دل شکستن هنر نمی باشد، رؤوف باشید. آن وقت با ترکه و هیکل گندش ترس را بر تار و پودمان فرو می کرد تا در آینده کار سرگروهبان ارتش را که به ما فحش ناموس میداد آسان کند. او هم همچون فرمانده هنگ همین طوری می گفت که تفنگ مثل وطن ناموس انسان است. صاحب کارم نیز از انسانیت حرف میزد و می گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند. چه کسانی به معلمم و فرمانده هنگ و رئیسم چگونه زیستن را یاد دادند. پدر و مادرم هر دو مدیر مدرسه شدن برادرم و پرستار شدن خواهرم را جشن گرفتند. خواهری که گیس میکشید و برادری که به من زور میگفت. چه کسی به من و برادر و خواهرم یاد داد که حسود نباشیم، که نفرت و کینه نداشته باشیم، که دوست بداریم، که در رفتار و قضاوتمان منصف و عادل باشیم، که دروغ نگوییم و ظلم نکنیم، که مهربان باشیم، که نزنیم و تحقیر نکنیم، که گول نزنیم و من نکنیم، که بفهمیم چقدر محتاج فهم و انسانیتیم. همه به همدیگر نصیحت میکنند و پند میدهند. مادر، پدر، معلم، نویسنده، دوستان، شاعران، دولتمردان، پیشنمازان، کشیشان، رباها، کریشناها. بعضی افراد هم ابیات و پندها را پشت ماشین می نویسند و به این ور آن ور می برند. بعضی آنها را قاب می کنند و به دکانشان می زنند. چه پندهایی، چه دو بیتی های خوبی، چه حکایات پرباری و چه ضرب المثل هایی. ولی هنوز قابیل ها می کشند حابیل ها را و یوسف ها در چاه می افتند. کاش می شد که بفهمم بنی آدم اعضای یکدیگرند، که همه آدم ها چینی، آلمانی، آفریقایی، آمریکایی و هندی همه یکی هستیم و همه یک تاریخ، یک فرهنگ و یک فلسفه داریم. بودن و زیستن. و در آخر هم بفهمم که من و پدرم و فرزندم همه ما خواهان این گونه بودن و زیستنی هستیم که بوده و هست. بر هر که بنگرم گله از چرخ می کند، در حیرتم که گردش دوران به کام کیست.